چرا دوست دختراتون رو نمیگیرین؟ بگیرم با گله رفته. بعدم چرا؟ بعد موقع اومدم از سردر. سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی از سری برنامه‌های بلاندیت در خدمت شما. این قراره کلی بادکنک بهتر کنیم. به افتخار خودتون دست بزنید. من بچه‌ها رو معرفی کنم، بعد بریم اولین نفر دوست عزیزم رو معرفی کنم که میخواد حضور داشته باشه کنار ما. خودتون معرفی می‌کنین؟ سلام، من فرنوشم، با دایم کار میکنم. چند سالته؟ 25. میگن سن از خانم نباید بپرسی. سلام، حدیثم، 27 سالمه، مربی والیبالم، موتور سوارم، بلاگرم، همه فهمیدم. ماشاءالله. سلام، صوفیه هستم، 25 سالمه، طراحی داخلی و دیزاین داخلی. مرسی. سلام، بهنوشم، 19 سالمه، میکاپ. مرسی. سلام، نازنینم، 28 سالمه و آنلاین شاپ. ممنون. سلام، غزالم، استایلیست فشن. مرسی. سنتون رو گفتین شما؟ شما چند سالتونه؟ من 31. ارسلان، ارشد روانشناسی، مرسی. سلام، 30 سالمه، مربی بانوان. مرسی، متشکرم. به افتخارش یه دست بزنین. شام نخورن دیگه. آقا بریم اولین رفیق اون دوستمون اولی شرکت کننده امیر عزیزو. آقا افتخارش دست بزن قشنگ لاتی. امیر عزیز فدای تو بشم. خودتون معرفی می‌کنین؟ امیر حسین افشارم، 33 سالمه. چی باید بگم دیگه؟ شغلت چیه؟ من دفتر هواپیمایی دارم. درآمدت چقدره؟ نگم دیگه. نگو اونو. ماشین زیر پات؟ بیایم بدارم. اتاق 5 داری. من میدونم آخه. خب تو رابطه ای؟ من نه. چند وقته؟ چند وقتی میشه؟ 1 سالی میشه. 1 سالی میشه. بعد اینکه تو این 1 سال با هیچکی نبودی؟ عاشق شدی امیر؟ آره. عاشق شدی؟ بهش رسیدی؟ نه. بهش هم نرسیدی. اگه رسیده بودم اینجا نبودم. آره. سوالی بود. خب تا حالا خیانت دیدی؟ خیانت دیدم. خیانتم کردم. خیانت چقدر صادقی دمت گرم. سردرد شدم. چا؟ سردرد شدم. شما خیانت نکردید تا حالا. کنارم باش. قربونت. چقدر صادقی. مرسی. عزیزم. بهترین کادویی که پارتنرت کارش ازت زشت بود ولی چون مطمئنم خیانت کرده تو زندگی. نخند. نه آقا دروغ چرا باید بگی؟ بفهم. خفن ترین کادویی که پارتنرت ازت گرفته چی بوده؟ از من آره. گوشی. گوشی چند؟ اون موقع برای خودش رو بورس بود دیگه. اون 16 نبود ولی مثلا رو بورس بود. آخرین مدل آیفون بود. بعد تا حالا کادوی خوب گرفتی از پارتنرت؟ بعد واسط مهمه پارتنرت مثلا درآمدش چقدر باشه؟ نه؟ نه. استایلش مهمه چطوری نه باشه؟ اصالت داشته باشه دیگه، دیده باشه. اصالت نه استایلش. اصالت. آره نه گفتی کو؟ آره. میگم اصالت داشته باشه دیگه، تو خونه‌شون دیده باشه، یه سری چیزا رو دیده باشه، هر ریسپازی در نیاره. باریکلا. شغلش مهمه برات؟ سالن نداشته باشه. سالن آرایشی داری؟ سالن کار نداشتیم نه نداشتیم خودش. شنیدم اینجا. آره. بعد عرضم به خدمتت که اگه وارد رابطه بشی خیانت ببینی ریاکشنت چیه؟ خیانت میکنم. اذیتش میکنم. میشه خودم بمونه بعد خیانت میکنم. چرا تلفن دیگه ببر اسخای میکنم. چون حتما انقدر کامل نبودی دیگه که نه اصلا تو خیانت ببینی چیکار کات میکنم تمومش میره دیگه. اذیت کردنی در کار نیست. اذیت کردن خب اونم بدتر تو رو اذیت میکنه. من یه بار اذیت شدم. شما فرمایید. فرمودی که خیانت ببینی خیانت میکنی، یعنی در این صورت اصلا خیانت نمیکنی تو رابطه؟ نه دیگه تا زمانی که باهاش باشم نه باور نمیکنم همچین بسریو. من یه سوال داشتم. بفرمایید. ایشون فرمودن تا خیانت نبینم خیانت نمیکنم، ولی دلیل جداییشون رو فرمودن که خیانت کردم و کات شده دلیل این جداییشون رابطه. نبود. گفتم تو رابطه هم خیانت دیدم خیانتم کردم. خب پس خیانت دیدین که خیانت کردین؟ سر در زیر سر. هر حرکتی که تو رابطه پیش بیاد شما هم به تبع تلافی بکنید. بکش تا زنده بمون.
خب منطقی نیست به نظر من. میتونی خیلی محترمانه تموم کنی اون رابطه رو که شخصیت خودتون هم پایین نیاد تو اون رابطه‌ای که هستی. من برای اونی که بی شخصیت بازی در مورد بی شخصیت میشم ولی با شخصیت با معذرت. خب حرفش خیلی منطقی بود. میگه کسی که بی ندارن اصلا اینا خودشون هم قبول ندارن که دارن چی میگن نمیفهمن. من میگم حامد تلکن لطفا. من فقط صرفا اینجا اومدم به خاطر حامد که برام خیلی عزیز بود. مثلا از تو این برنامه‌ها نمیرم. مرسی دورت خیلی دوست دارم. فدای تو واقعا راست میگی. دمتون باشه. امیر دورت بگم افتخارش دست بده. بابا برای چی؟ چطور بودن؟ خدایی چطور؟ چرا رفتی امیر؟ حسابم خورد کردن آخه دارم منطقی حرف میزنم باشون. این تق انگار بادکنک که مثلا بازی اسباب بازیه. واقعا راست میگه. بعضی خانم‌ها منطق ندارن ولی خدای حرف قشنگی زدی. آقا خیانت کنی باید خیانت ببینی، خیانت باید بکنی. یه جمله هم گفتی که ساچما اولام داش میام، داشما اولام ساچ میام. یه جمله دیگه هم گفتی که آب میرم خیس نمیشم، بیرون میام خوش نمیشم. بکش تا زنده بمونی. بکش تا زنده بمونی. امیر یکی از خفناسا. دوستت دارم. مرسی. من احساسم اینه بچه‌ها کاملا غیر منطقی با نفر اول ما امیر عزیز برخورد کردیم، چون حرفی که زد گفت آقا من خیانت ببینم خیانت میکنم. حالا کاری ندارم، لطفا بیشتر به حرفای دوستای ما دقت کنیم. با صدای دستای شما نفر دوم به جمع ما اضافه میشه. خودتون معرفی میکنین؟ امیرحسین هستم، 27 ساله. شغلتون؟ من خرید و فروش ماشین. چند وقته که تو رابطه نیستین؟ من تقریبا 2 سالی میشه. 2 سالی میشه. بعد بیشترین تایم که با یک نفر تو رابطه بودین چند وقت بود؟ حدود 1 سال خورده. 1 سال خورده ای. بعد چرا؟ بعد موقع اومدم من سردرد داشتم. بعد اینکه نفهمیدم واقعا سردردشون میتونستیم برطرف کنیم. سردردتون رو میگن صحبت نمی‌کنین که سردرد نشین؟ آره الان بحث کنم خیلی بدتر میشم. نه. نچرال یا عملی؟ نچرال بهتره. نچرال بهتره. بله اصخایی میکنم شما؟ بله. چرا ترکوندین؟ نچرال دوست داره دیگه. مرسی. شما؟ دقیقا همونجوری که نچرال دوست داره من ترجیح دادم بهتر کنم چون نچرال نیستم. مرسی. شما؟ کلا کنسله. نه اصخایی. بله شما؟ قدمون آه بله. جانم چه ماهی هستی؟ چون مامان هم سنی. من شهریورم. نه نیستم، خیلی خودتو مغرورم. اتفاقا شهریوری ها مهربونم. خود دو مقبول خیلی من برادرم شهریوریه. درست. عزیزین بهترین کادویی که واسه پارتنرتون گرفتین چی بود؟ بهترین کادو من طلا گرفتم. طلا گرفت. طلا گرفته؟ حال نکردم. با چی؟ کلا. خب چرا الان تو طلا؟ بعد عرضم به خدمت شما دیلی دارین؟ نظر خاصی ندارم من. قشنگ مشخص بود. آره کلا. این تیم کلا بستم واسه منطقه مجرد بمونن. واقعا فکر کنم آره طوریش باید دبه بگیرم اینجوری، من نمیدونم. خیلی خوشحال شدم شما دیدم. بچه‌ها به افتخار دوستمون یه دست بزنید. قربون شما عزیزم. فدای شما عزیزم. قربون شما. مشتی ایران واسط کوچیکه. دورت بگم آقا مرتضی یه دونه ای. فدات بشم. من یه دونه بلاند تو مالزی میشناسم، اونجا دیگه کار در میاری. با هم بریم؟ نه خود تنها برو، چون من آقا من خسته نباش. قربون شما میگم سختی کار به بازکنک چه خوندم من خسته شدم. امیدوارم ان شاءالله برنامه‌های بعدی قربون شما ببخشید من مزاحمتون نمیشم. نری با من دورت بگم ان شاءالله بچین با هم بریم دیگه. نه تاش تاجیکستان یه دونه بلاند گذاشتم، ببین اشغال اونجا. ممنونم. خوبه دیگه. بعد دختر تاجیکی ببین خفنه. میخوام یه پسر قد بلند خوشگل بیارم، تو رو خدا منطق داشته باشید. اوکیه؟ با صدای دستاتون دوست عزیزم وارد صحنه میشه. چه قدی ماشاءالله. خودتون معرفی میکنین؟ اشکان هستم، 31 ساله. 31. شغلتون؟ شغلم آزاده. آزاد. پولو در میاریم خرج میکنیم. مهم خرج کردن و دلشو داشتن. حلاله. بله. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. میذارم
چرا خب بله چی شد؟ سری که تل و گوشواره داره قطعا کنسله. نظر شما؟ نکرده بودم خودم. نظرتون؟ به نظرش احترام میدم. مرسی و ادبتون. تو رابطه نیستی؟ نه. آخرین بار کی تو رابطه بودی؟ 6 ماه پیش. چند وقت با این شخص بودی؟ 3 سال. 3 سال. بعد خیانت نکردی نه دیدی یا؟ فکر نمی کنم بتونم ببینم تحمل کنم. آها بفرمایید. چرا دوست دختراتون رو نمیگیرین؟ بگیرم با گله رفته. قطعا کسی که بی احترامی میکنه کنسله. من سوال بپرسم. بفرمایید. رد فلگتون رو توی رابطه چیه؟ آرامش. بله. نچرال یا عملی؟ خوشگل باشه. فرق نمیکنه. میتونه خوشگل عملی باشه. خوشگل باشه، میتونه نچرال خوشگل باشه. قشنگ بود. دوست دخترت بله. داستان گله اشتباه نگیری یا خوشگل و فلان و اینا رو. اینجا گله نیستا. نه. آره خب یه جور گفتی، گفتم شاید حالا داری بی احترامی این چیزی میکنی، گفتم آبه اون تیجا. سردرد شدم. تو خود سردردی. خواهرم سردر شد. ای بابا. یه ژلوفن بچه ها بزن. میگم دوست دخترت برداشته کلی پسر فالو کرده، نظرت چیه؟ اینستاش پاک میشه دیگه قاعدتا. مشکل داری با این قضیه؟ 100%. دوست دخترت بله. خب وقتی خودتون این همه تو اینستا فعالیت دارید و دخترها رو فالو میکنید، انتظار اینو نباید داشته باشید که دخترها هم این کارو شما نکنن. دیدی فالوورای منو؟ قطعا معلومه که نه داری. اصلا اینجوری نیست. خب پس چرا میگید که بعد دختر پاک کنه؟ شما خودتون قطعا تو فضای مجازی یعنی شما اصلا نیستی. من وقتی تو رابطه باشم دختر اضافی تو پیجم ممنوع کلا. خب هستید تو فضای مجازی دیگه، چرا باید اکانتشو پاک کنه الان تو رابطه دختره؟ نیستم. میگید دختری که با من تو رابطه فالووراش زیاد باشه باید قطعا پاک کنه بله. اکانتشو. خب بله. چرا؟ چون با من تو رابطه است، چه لزومی داره بقیه ببیننش؟ مگه شما تو رابطه اومدیم اون یکی بلاگر بود، از هزینه‌های بلاگرش و اینجور چیزاش میتونی بر بیا که کلا بخواد این استشو پاک کنه؟ آخه داری میگی آزاده، میخوام بدونم چه شغلیه. دیگه عاد نمیشه گفت حتما. صبح به بعد روش حساب شما نکنید. می‌خواستین بله. میتونم ازتون بپرسم رابطه قبلیتون سر چی تموم شد؟ رفت از ایران. بله. این جمله رو همه پسرا میگن بعد اینکه گات میکنن. خود برد پیت انقدر قانون نمیذاشت. چا؟ خود برد پیت انقدر قانون نمیذاشت یهشون یه میذارن. چیزی به نام غیرت وجود داره، حالا من بهش من ماشوان یه سرم گیج شد. آب افتخار این صحبت قشنگ یه دست بزنید. دم پسرای با غیرتمون میرن. و اینکه چا؟ نزدیک وایسا. سوال دارین از دخترها، از اینا که با تونکاشون نگه داشتن؟ خوام بدونم اینا معیارشون چیه واسه یه پسر؟ شما معیارتون چیه؟ من ترجیح دادم سوالای دوستان رو بشنوم و جوابایی که ایشون میده و در نهایت خیلی ممنون. خواهش میکنم. جواب ایشون این نبود. من برام مهمترین چیز نحوه رفتار یه آدمه با. شما؟ من که معیارهای ظاهری رو دارن، پیجم هم بالاست، ولی حاضرم به خاطرش پاک کنم. من این میشه شروع رابطه. خاطر رفیقتون. من دیگه سوال نپرسم. منظورم دقیقا همین بود. من یه دونه اینجا سوزن دارم، به کارت میاد؟ فکر نمی‌کنم چون خودم اینو دارم. نمیتونه کنی. اوکی این شما بزنیم به افتخارشون با هم برن یه دیت دیگه. مبارک مبارک فدات. مرسی داداشمی دورت بگردم. مرسی خیلی بفرمایید. ممنون تلفن. مرسی. به به مبارک باشه، بالاخره مخو زدی. مخو زدی. یکی از دستمون برمیاد دیگه خلاص. اون بنده خدا گوشواره و تلو دید، سیبیلو ندید. همون سیبیلو ندید، ولی شما سیبیلو دیدین. چشم بصیرت میخواد. خیلی به هم میاد، واقعیت‌ها رو میبینن ایشون دیگه. خیلی به هم میاد. من اجازه دارم گوشتون رو بگیرم؟ میزنید باز کنید. پاک کنم دیگه. پاک کن. اصلا گوشیشو میگیرم یه گوشی ساده بهش میدم.
من پاک نمیکنم ولی قول میدی پاک کنی؟ آقا بزنید به افتخارشون. خوشبخت باشی. بفرمایید. یه دست به افتخار خودتون بزن. از دوست عزیزم دعوت میکنم تشریف بیاره. علی آقا بفرمایید. یه دست دیگه به افتخار علی آقا بزنید. چی پسر با ادبی. خودتون معرفی میکنین؟ علی هستم. 33 سالمه. شغلتون؟ سردخونه. درآمد؟ متغیره دیگه. نمیگین. فصل گرم بیشتر. ماشینتون چیه؟ هیوندای دارم. بعد الان تو رابطه هستین؟ خیر. خیر. چند وقته کات کردین حالا؟ 1 سال خورده. 1 سال خورده ای. چه چیزی تو اون رابطه اذیتت میکرد علی که اگه دوست دخترت انجام میداد اعصابت خورد میشد؟ صحبت نکردم. صحبت نکردن یعنی چی؟ راجع به مشکل. راجع به مشکل. بعد چه چیزی باعث حال خوبیت میشد تو رابطه؟ مسافرت. از دروغ بدت میاد. از دروغ بدت میاد. بعد قد دختر برات مهمه؟ تو انتخاب کردنش؟ قدش کوتاه باشه بلند باشه؟ با کوتاه که مشکل نه ولی بلندتر. آره. نمیشه واقعا. ساعت نمیشه عزیزی. بعد اینکه تا سردت نگرفت. جان بدون متخصص سرمن سراغ دارم. فکر کنم مشکل. جلوتون میبونم. آب دارین؟ سردرد شدی. آره وقتی که من سردرد میشم خواهرم سردرد میشه. مرسی. فقط یه آب بزنم. حتما. چشم. به مردا کی رسیدگی میکنه؟ مردا؟ آره. نه اون سردخونه رو نه سردخونه. آها من با اون سردخونه اشتباه گرفتم. نه کسایی هم که گرمازدشن میبریم. میوه‌زادان دیگه. تایپ ظاهریتون چطوریه؟ آره ظاهری از یکی رو ببینید از چیه طرف خوشتون میاد اول چشتون میگیره حالا توی ظاهرش توی ظاهر بلون نباشه. من سوال می‌پرسیدم. خب پس کنسله گفت بلون نباشه. چون میدونست کنسله گفت بلون نباشه. خب از کجا میدونست کنسل؟ گفت بلون نباشه کنسل. ناراحت شدی؟ خب سلیقه من دید. ببخش من میکروفون بدم بفهم یه بار دیگه. سلیقه منم اصلا ایشون نیست. پسری که قد زیر 180 باشه واقعا کنسله. من 181 هم. شما با اون لژا؟ نه درش میارم بگیم. خب یه دقیقه در میاری با من بغل دست من وایستی؟ والا میتونم برم کنارش وایسم. میتونین کنارشو میتونم؟ آخه لژاتو شما میتونی تشبیه برین بغلشون باشین؟ نه اصلا برای ایشون تا اونجا هم نمیام. من برای ایشون تا اونجا یه قدم هم نمیام. نه تو رو خود من بیام. نه میخوای من با اون قدت من بیام. تو قدشون بلنده. کجا از شما بلندتره. موهاتو مشکی کن. خب موهاتو مشکی. آخه سلیقه اصلا هیچ وقت من نمیخوام سلیقه تو باشم. واقعا کنسلی. نه داموسم نبود. ولی واقعا از نظر من خیلی خفنی. خب ادامه بدیم علی. دور سرت بگردم. بهترین کادویی. بله. آرایشگاه رفتی؟ خیر. ورزشکاری؟ چه رشته‌ای؟ اسکی و بدنسازی. سرزنش عضله. شاید سوال داره؟ براش عضله. بچه چندمین؟ من یه نمونه به آخر. چند تا بچه این؟ 6 تا. 6 تا بچه. پول هست تا صبح. شما سوال دارین؟ من فعلا نه. فعلا نه. شما سوال ندارید. شما سوال دارین از ناراحت نمیشه سر بلمون بودم بریم سوال بعدی. اوکی. میخوای از بچه‌ها سوال بپرسی یا من بپرسم؟ آره میخوایم نظرمون رو راجع به اون بپرسی. راجع به از بچه‌ها بپرسم؟ دوباره بلون چرا کنسله؟ یعنی تو خانواده‌تون فامیلاتون بلون نداری؟ اولین برخورد چی برات مهمه؟ گفتم بلون نباشه. تو اولین برخورد. آره. چرا داشتم دختر داشتم که بلون بوده. با هم قشنگه. یه دو سه تا از اون چیزه که اخلاقایی که دوست داری، تیپی که دوست داری دختر داشته باشه میخوام بدونم چیه. میتونم تو اخلاق بگم؟ آره. نازش زیاد باشه، کم حرفم باشه. بلندم نخنده. نازنازی باشه. من اصولا مستقل بودم رو پای خودم بودم من نیستم. خیلی.
قربون شما. شما بلند بلند میخندی؟ خیلی چرا؟ ایشون هر کسی که ریز بخنده رو تو اولویت قرار میدن، یعنی تو اولویت رابطه فقط خندیدن و ناز داشتن و این داستانا براتون مهمه؟ اینا رو دوست دارم. خب اولویت اصلیتون تو رابطه چی میخواین از طرف؟ وفاداری. فقط وفاداری؟ بقیه‌شو خودم حل میکنم. به نظر منم همین وفاداری اصولی ترین بعد تو اولویت ها میتونه قرار گرفته باشه. حتما همینطور که شما نچرال یا عملی؟ پرناز. پرناز. یعنی جفتش هم میتونه باشه. شما معذرت چی من شد؟ یکم دیلی دارم، من بلند میخندم. نه رفیق اون ملونه است. سوال داری از چند نفر باید کنک دارن؟ 2 نفر. سوال داری ازشون؟ سوال من یه سال این نفری که بادکنک دستشونه بپرسم. بفهمید. چرا تا الان بادکنکاتون دستتونه؟ چون بلون نیستن. چون فکر کنم من هویج بخورن ببیننه. به خدا وگرنه اصلا همچین چیزی کنسله. واقعا به نظر من پسری که حالا بلوند و ایناشو شاید به مزاح گفتم، ولی اینکه صداقت تو رابطه براش مهمه و اینکه گفتن که با حرف زدن مشکلی پیش بیاد بتونن حلش کنن، این به نظر من یعنی 90 قد آخه بر اساس قد و هیکل من نمیپسندم. فکر کنم من باید سوال بپرسم دیگه. الان تو بادکنک سوزن میتونم داشته باشم؟ 100%. 100%. سردرد. ببخشید من خودم خواستم بهتره کنم قبلش ولی گفتم که خب الان ما یه دونه بادکنک داریم علی. هم میتونی بهتره کنی هم میتونی تو دستشون هم بس اوکیه. یعنی میرین دیت دوم انشالله یه کافه به حساب بنده. اگه اوکی باشن که قلب منی. اوکی شما؟ من اینو میدم به خانم بلوندی که خیلی دوست داشتن. ولی شما یه دیت با هم میرین. آقا به افتخارشون یه دست بزنید. بفرمایید. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید. اونچه بیارید لاله بکارید. مبارک علی جون. جیگر منی. نازنین خانم مبارک باشه. مرسی متشکرم. اون دختره چی میگفت؟ خوشم نیومد اصلا ازش. حالا من یه سوالی دارم. اگه نازنین خانم بخواد یه روز بلوند کنه مشکل داری باش؟ میگم که من اصلا با اون حال نکردم. بابا تو چه زبلی هستی. و اینا فرنوشم بلون بود فکر کنم یه مقدار. آره فرنوشم بلوند بود. آره. تو از همون اول چشت اونم مشکلش یه ذره سردرد داره و اینا. بعدی نبود. زیادم ناز میکشی نه؟ ببخشید از الان به بعد دیگه حالا. وگرنه مشکل نداشت اگه اوکی بود باتون راه میومد. گفتم فقط سردردش مشکل داشت. گفتم بعدی نبود. شما پرفکتی. از همون اول از نازنین خوشت اومده بود؟ دروغ نگی ها. اصلا بیرون میگه. خیلی مخلصم. خیلی خوش اومده. خیلی خوش اومده. بفرمایید. من دوست دارم به افتخار من این سری دست بزنیم. مرسی. خیلی مخلصم. از دوست عزیزمون شرکت کننده بعدی میخوایم که تشریف بیاره. به افتخارشون دست بزنیم. خیلی خوش اومدید. خودتون رو معرفی میکنین؟ بهنام هستم. 26 ساله از کرج. شغلتون آقا بهنام؟ اپل استور دارم. خیلی جذاب شد. من بهت نیاز دارم آخه. یه دفعه این اپل واچ هم خراب میشه. آره خیلی میزنم میشکنم گوشیم و اپل واچ هم. من کردم میتونم بدونم میزان درآمدتون چقدره؟ واقعا شغل آزاد میزان درآمد ثابتی نداره. هول و هوش. مثلا هولوش 120 میلیون تو فلکه گارداشت اجاره میدیم در میاد. خب اوکی الان تو رابطه نیستین نه؟ نیستین. چقدر تو این آخرین رابطه اون واسه کی بود؟ چقدر اون رابطتون طول کشید؟ هفته پیش 2 سال. هفته پیش. علاوه بر سردردم چون هفته پیش کات کردن احتمال آشتیشون اینا زیاده. نه خب ببین وقتی یه چیزی واسه یه بار میذاریش کنار نباید دیگه برگرده تو زندگی. بعد از کنار میخوای برداری؟ آفرین. خوبه. و هر کسی یه فرصت باید تو زندگیش داده بشه. ما یه بار زندگی ما. خب این شد 2 بار که از کنار اومدی بردش داری. خب چرا؟ به نظر من چون تازه کات کردن احتمال اینکه فکرشون درگیر طرف قبلیه نه اصلا. خیلی بیشتره. نه اصلا.
نه به نظر من کسی که توی یه هفته تونسته کلن کات کنه بعد دوباره بخواد فکر جدیده رو بکنه قطعا کنسله. بذار جاش خوشه، شاید رفته ماست بخره برگشت. نه خب من به یه نفر گفتم دیگه ما یه بار فرصت زندگی داریم، خانم زندگیمون تمام شد دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. سریع استفاده کن، سریع. خب چیکار کنم؟ اگه رو بعد شروع می‌کردی. فکر کنم شما اعتقاد دارین که هر کسی که باهاتون بود اگه از شما جدا شد باید بره خودشو دار بزنه. نه خودشو دار نزنه دیگه، یه هفته دیگه بذار شاید یه خبری شد. زوده یه واسه هفته؟ به نظر من یک ساعت هم میشونه جواب بده. من یه سوال ازتون دارم. یعنی چی که باید یک فرصت داده بشه؟ یعنی مثلا حقی نداره طرف خطایی، حالا هرچی مشکلی باشه خیلی قشنگه. خطا برای جدا شدن اصلا. خب برای چی جدا شدید؟ دلیل جداییتون چی بوده؟ دروغ. در صورتی که من خیلی از دروغ بزرگ. آره دروغ بزرگ. خودت اصلا دروغ نگفتی تا حالا؟ نه اصلا خیانت هم الان نکردی؟ داره یه دروغ بزرگ میگه. بچه‌ها من فقط خواهش میکنم که کسایی که بادکنک دارن سوال بپرسن، چون شما بادکنک خودتون رو ترکوندین و دیگه نمیتونین سوال بپرسین. اجازه صحبت کنم. نظر بله میتونین بدین، ولی خب بفرمایید. کلمه دروغ از ترس میاد. کسی که هیچ ترسی از هیچ کس نداره هیچ وقت دروغ نمیگه. یه دست بزن. این یه سوسماس خاصی داشت. نظر میتونین بدین ولی بادکنکاتون رو نگه دارین تا آخرین لحظه سوال بپرسین. من یه سوال شخصی دیگه میتونم بپرسم؟ بله خواهش میکنم. دوست داشتی جواب بده. علامت این گوشوارت که لاله گوشت انداختی میخوام بدونم چیه. بله علامتش حالا خاصیه یا نه؟ ببینید شما مثلا میرید عمل میکنید دختر نچرال، دختر عملی فلان، اینا همش سلیقه‌ایه. کسی که منو انتخاب میکنه بیا با این گوشوارم حال میکنه، من گوشواره رو میذارم تو گوشم بمونه. نه جالب بود واسم، مثلا خیلی جای دیگه زده بودن تو لاله گوشت زدی. خب کسی هم که مثلا لبش رو رفته ژل تزریق کرده، خب اگه من دوست نداشته باشم سری بعدی نمیره ترمیمش کنه. من میتونم بگم نشون بدی به دوربین نیمرخ اینوری بشید دوربین ما هم بگیره؟ بفهم. اوکی مرسی. آره چیز قشنگی هم واسه من. اوکی هم. شما مشکل داریم با این پرسینگ با این؟ من کلا ورزشکار نباشه کنسله. قیافه مردونه نباشه کنسله. هستن یا نیستن؟ خب ما ازشون دروشترم از هر بابتی. ربطی نداره. چرا؟ خیلی ربط داره. شاید یکی لاغره ولی نه درشتر از خودم باشه. نه درشتر از خودم باشه. آقا حامد ورزشکارم، فوتسال. به نظر ورزش خوبیه. نپرسیدیم ازش، آقا وقت نداشتیم بیا بپرسیم. شما سوال دارین از این دوتا دوستمون که بادکنک دارن؟ آره بفرمایید. دروغگو هستی؟ جایی بفرمایید. هیچ وقت هیچ کسی نمیگه که من دروغگوام به نظر من. نه خب خودش دروغ اصلا خودش میشه. دروغه. این مثلا بگی من دروغ نمیگم اصلا دروغه، چون به هر حال هر چقدر آدم سعی کنی صادق باشی به هر حال اصلا وجود نداره. دلیلش چیه؟ ولی در یه جاهایی لازمه که یه مصلحتی کوچیک حداقل یه جایی لازمه. خودم بدم میاد دروغ، ولی یه خب سوال شما که انقدر میگین که دروغ، آیا تحمل و میتونید تحمل کنید صداقت رو؟ این خیلی مهمه. اینکه بتونید تحمل کنی خیلی مهمه. چون همه میگن که ما دروغ دوست نداریم ولی آدما واقعا جنبه صداقت هم ندارن. دارم خانم. بله یعنی هر چی که باشه طرف به راست بگه نه قضاوت میکنی نه ریاکشن خاصی، یعنی خیلی راحت نه خیلی نرمال. نباید نه به جان خودم نه به اموالم آسیب بزنم. خیلی نرمال طبیعی رفتار میکنم. معمولا پسرا به خاطر ترسشونه که دروغ میگن، اما دخترها به خاطر محافظته که دروغ میگن. خب من هیچ ترسی ندارم. محافظت از رابطهشون یا هر چیز دیگه ای. به نظر من خب من 100% چون سالی که با اون دختر آدمو هستم یک طوری باهاش رفتار میکنم که متوجه این داستان بشه که من همه جوره خودم محافظشم. نیازی نیست به خاطر محافظت. کلی گفتم، در کل گفتم، نه اینکه شخص شما یه شخص یه خانم دختر. نظر شما متین. متولد چه ماهی هستی؟ مرداد. دعوایی هم هستی؟ خیلی. سر ناموس منظورتونه؟ آره مثلا سر من میخوای دعوا کنی؟ نه خب اگه خودت بیای بگی که یه نفر اذیتم میکنه دعوا میکنم، ولی اگه تو پیشم باشی کسی اذیت کنه دعوا نمیکنی؟ ترجیح میدم به جای اینکه اون شبا رو تو بازداشتگاه جیغ بزنی در بری؟ حداقل کنار تو بشه. قشنگ. بله. ولی ادبت هم دوست دارم. خیلی بچه با ادبه.
خب شما بادکنکاتون رو تا این لحظه نگه داشتین و نمیتره کنین. من با کمال احترام میخوام بتره کنم چون تایپ هم نیستید و اینا خیلی آدم آقای با شخصیت و با احترامی هستن. نظرت میخوام. شما بادکنکتون نگه میدارین؟ سر یه حرف فقط اوکی بوده ولی سر اینکه برگشت کنم من هیچ ترسی ندارم، به نظر من اصلا آدمی نداریم که هیچ ترسی تو زندگیش نباشه. اصلا نداریم همچین چیزی. بالاخره هر آدمی از یه چیزی بالاخره میترسه. درسته. خواهش می‌کنم. خب من جمله‌مو کامل کنم. بله حتما. ببینید کلاً بلاند دیت یک چیزیه که یک چیزی رو داری راحت به دست میاری و چیزی که راحت به دست بیاد راحت از دست میره. اصلا حضور داشته باشم واسه خودم تجربه. مرسی دمت گرم. به افتخار دوست عزیزمون دورت بگم. مرسی که اومدی قربونت. جان نستاده بودیم انتخاب کنیم. نه ایشون برگشتن گفتن که من اومدم اینجا یه تجربه جدیدی. دخترها انتخاب میکنیم، انتخاب نمیشیم. نه این حرفتون رو قبول. شما همتون قبول دارین حرفشونو؟ بله؟ من قبول. کاتش کن بده 16 ما انتخاب میکنیم. بنام جون خسته نباشین. دورت بگردم عزیز، شما هم خسته نباشید. به جون مادرم اولین پشت صحنه است که اینو میگم و اولین نفری بود که اصلا دوست نداشتم اینجا باشی. اصلا دوست نداشتم بادکنک ترکوندناتو ببینم واسه ترکوندم. انقدر با شخصیت، انقدر جنتلمن، قشنگه. باید همه چیزو تجربه کرد. خیلی دوستت دارم. اصلا طنزم نمیاد چیزی بگم بخندم. عزیز دلم. آقا من اصلا زبانم قاصره. بریم برای نفر بعدی. بریم. مرسی. جان از همینجا از اسپانسر عزیزمون. البته اسپانسر ما مردمن دیگه. مرسی که ما رو نگاه میکنین. به افتخار خودتون یه دست بزنین نفر بعدی تشریف بیاره. شما از الان آماده؟ من همیشه آماده. با سوزن اومدی؟ آها خیلی مخلصم. خودتون معرفی میکنین؟ محمد رضا هستم. محمد رضا. محمد اونقدری ما هم به خودشون محمد میگن. خودشون محمد رضا صدا کرد. 27 سال شغلتون؟ کار میکنم. درآمد ماهیانه؟ متغیره دیگه. بعد کنار من میتونی باشی. الان تو رابطه نیستی. چرا؟ چرا؟ خب بله شما سوال بفرمایید. من نمیگم محمد بگیرم. نه خب درگیر نمیشه. این محمد نگیره. این محمد نگیره. محمد رضا فقط اسمشون در رفته اینطوری، هیچ کدومشون اینطوری نیست. سوال دارین؟ بله. خب شما چه ماهی هستین؟ دی ماهی. دی ماهی مشکل ندارین. سردرد بهتون نمیدم. والا دیگه قرص ندارین. سردرد داشتم ولی اوکی. بچه‌ها سوال دارین یا من بپرسم ازشون؟ با خردادی ها مشکلی ندارین؟ چرا؟ خردادی ها تاکسی کنا. میگم والا این همه ما از آقایون سوال کردیم، شما از ما سوال کن، ما آخر سر از شما سوال میکنیم. ردلاین چیه؟ یک بار دیگه. ردلاین. تو این نگاه اول وقتی به یه خانم نگاه میکنی شیفته چیش میشی؟ اولش خب فیسه دیگه. و چه چیزی در رابطه در اون چی میگن در اون ارتباطی که با هم دارین چه چیزی برای شما مهم و ملاکه و باعث میشه که شما بیشتر جذبش بشین، بیشتر دوستش داشته باشین؟ البته خب فیس فقط مهمه. تو آخرش فیس. اخلاق اصلا مهم نیست. اولش خب فیس. کی بود؟ بله. پسر بور چش رنگی تا صبح کنسله. بعدش هم کسی هم که دنبال فیسه بره بیرون یه خوشگل‌تر رو پیدا میکنه. پسر چش ابروی رنگی واقعا کنسل، فقط مشکی. من یه چیزی بگم. گفتم با خردادی ها مشکل نداری، گفتی خیلی مشکل دارم. بودن با یه خردادی واقعا افتخار میخواد. شما چرا؟ منم خردادی ام. شما سوالی ندارین؟ ورزشکاری؟ من نه. معتادی؟ معلومه. آره آفرین. موندم کدوم برم؟ ورزشکاری؟ من بگم سوار اسب شدی. ورزشکاری؟ همونجا میتونید وایسی بپرسی. من به چشم اصلا اوکی نگاه کنه. ببینه اصلا چنده. اینجوری از نزدیک.
شما سوال دارین؟ بله. بفرمایید. خواهم ببینم که مثلا چقدر تایم میذارین برای رابطتون؟ من کاملا اوکی تایم دارم. من سردرد میده که خودت بذاری بری. پیدا میکنه میره. بیکاره میگرده یه خوشگل پیدا میکنه میره. شما بودی با بلوندا مشکل داره؟ ما هم با هورا مشکل داریم. شما میدونی چرا؟ نه. به خاطر هورا گفتم. میدونی چرا با بلوندا مشکل؟ هر کسی نمیتونه چشای منو ببینه. لنز گذاشتم نبینم بقیه. واقعا میدونی چرا با بلوندا مشکل دارن؟ چون بلوندا خیلی سخت پسندن. میدونن که هر کسی بلون آخه خودت هم قد آنچنانی نداری. مشاهات 1.80 کاملا املاکی با قضیه برخورد. ولی واقعا قدی نداره که قد توقع داره. ولی 1.80 نه 3 سانتی چرا؟ به کل کنسل. از نظر من املاکی کنسله. چشات رنگی باشه. املاکی باشه که کلا کنسله. ما 2 بادکنک داریم. شما نمیتره کنین. چرا؟ پسر مؤدبیم، خوبن ولی وایب من کلا پارچه‌ایه. درست. خیلی آقایی. شما سوال داشتین. من میخوام ببینم مثلا هدفشون از رابطه چیه و اینکه چه چیزایی براشون مهمه. ازدواج. بگیر هستم. چرا؟ ما ازدواجی نیستی شما. اشغالیه. من رضا خیلی به نظر بنده و اون بیننده هم خوشگلی هم خوشتیپی هم با ادبی و شما تایپ خیلی از این بیننده های ما هستید. اگه اینجا انتخاب نشدی ملاک برای نیست که خیلی خفنی. دوست دارم به افتخارش دست بزنید. مرسی. شما باید من یه دفعه بگیرم ترشی خستم من نمیدونم. محمد رضا کنسل شد دیگه. آره ولی خب فیوریت هم نبودن. خوشت اومده بود. نه خوشت اومده بود. نه خفه شو خوشت اومده. آره. من میگم دیگه با داره بال میذاره سمت چپ و راست داره نبضش میزنه ولی اشکال نداره. چیزی از ارزشات کم نشد. واقعا. الان بلنجک متی چنده؟ زنگ بزنم صحبت می‌کنیم. باشه خیلی مخلصم. قرار آخر 5 تا خانم 6 تا خانم موندن. سخت پسندن دیگه. یه دونه آقا پسر بیشتر نداریم. به افتخار دوست عزیزمون یه دست بزنید. هستین خودتون رو معرفی میکنین؟ حسین هستم 27 27 سالم. شوق چقدر چشم ابروی قشنگی کمان. من عکسای شما رو خیلی دیدم البته عکس ابروهاتون خیلی خوشگل ابروهاتون نزدیک. حسین آقا چند سالتونه گفتین؟ 27 سال. رو موکت دیگه. به خدا خیلی نازه. جدی گفتم 27 سال. شغلتون چی بود؟ صفر. فهمیدم چی شد. بابا چقدر درآمد داری در ماه؟ میانگین 200 آخرین بار کی تو رابطه بودی؟ 6 ماه پیش. چرا کات کردی؟ دروغ شنیدی یا گفتی؟ شنیدم. خیانت دیدی یا کردی؟ خیانت کرد. خب شما در اون ریاکشنت واسه دیدن اون خیانت چی بود؟ فقط کات کردی تمام؟ چند وقت باش بودی؟ حدود 1 سال. 1 سال. عرضم به خدمت شما ایدئال شما از پارتنرتون در یک نگاه اولین لحظه که میبینیش چیش جذبت میکنه؟ فیسش. عرضم به خدمت. مرسی که سوال میپرسید. چه ماهی هستید؟ اردیبهشت. کسی سوال داره؟ چند تا فرزندین؟ ما 4 تا. 4 تا. خواهر برادر؟ 3 تا خواهر. تک پسر. به حسین میدونست من آرزوم این بود که خواهر داشته باشم. چه خواهر نعمت بزرگی. چی شد؟ تک پسر خانواده روش زومن 3 تا هم خواهر داره اصلا کنسل. اصلا بابا هنوز میخواد با شما دوستی کنه نمیخواد ازدواج کنه که اصلا کنسل. میاد بیرون یه دقیقه مامان بیا نهار بیا شام خواهر زنگ زنه سردت گرمت پوشیدی نپوشیدی کنسل. من میتونم یه سوال بپرسم؟ یه ویژگی خوب و یه ویژگی بد تو رابطه رو میگید لطفاً. یه ویژگی خوبتون تو رابطه و یه ویژگی بدتون تو رابطه. خیلی آرومم، خیلی صبر میکنم. ویژگی خوبم اینه. ولی بعضی موقع دیگه رد میدی.
عصبی. من یه سوال داشتم. یکم بلندتر میگن، از پشت صحنه میگن بلندتر باید صحبت کنید. من یه سوال داشتم. وقتی توی جمع باشید با پارتنرتون، اگه از اون جمع پارتنرتون احساس خوبی نگیری یا خوشش نیاد چیکار میکنید؟ دوستاتون باشن حالا میرید یا میمونید یا چیکار میکنید؟ اون جمع یکم بیا جلوتر. یا اون جمع ترک میکنید. پس احترام میذارید به پارتنرتون. شما سوال داشتین؟ یادم یادتون رفت. یه دختره چشم و دل سی رو چجوری میتونی خوشحال کنی؟ با یه شاخه گل. چرا؟ بهش محبت کنی خوشحال میشه. خیلی دیگه هست. خیلی چیزای شاخه گل هست، اخلاقت هست، توجهت هست. مرسی که هم سوال میپرسی هم جواب میدی. من از این دوستمون بپرسم، ببخشید الان باز یادش میاد. چقدر اهل تفریح و خوشگذرونی هستی؟ خیلی. با پارتنرتون دیگه درس بله. خب خواستم ببینم پارتنرتون دوست اجتماعی داشته باشه اوکیه یا مشکلی نداره؟ مشکل نداره؟ با پسر در ارتباط باشه. دوستای پسر داشته باشه؟ بعد خودت هم دوستای دختر داری؟ اعتماد داشته باشم اصلا مشکلی نداره. خودتون هم دوستای دختر داری؟ نه من خودم ندارم. بعد تازه طرفت هم داشته باشه. اگه شغلش یه جوری باشه که رفت آمدش با آقایون باشه چی؟ میگم که بهش اعتماد داشته اصلا یه دوست اگه کلا اعتماد داشته باشی که باهاش کنار میای. خب این خیلی بد میشه. من خانومم دارم بهت میگم نکن. چه لبخنده شیطانی زدی. خب کسی سوال نداره؟ با دوستای پسرش میتونه بره بیرون، اعتماد داری بهش کاملا، اصلا مشکلی نداره. اینجوری هم میگه نه اینجوری داره. آره قشنگ جواب منو بده واسه سردرد نشه. توضیح خودشو داره. نه که اونجوری هم دیگه خیال بشن. خیلی تو مات موندم نمیدونم چیکار کنم. عصبی میشید تو رابطه؟ احساس می‌کنم خیلی خونسرد و آروم و مهم نیست و نه هم خونسرد هم خونسا. خیلی صبر کن ولی یه جای دیگه کلا. شما سوال دارین؟ از چه تایپ دختری خوشتون میاد؟ نچرال. کارهای روزمرگی در روزو میخوام بدونم که چجوری حالا مشغولی، چه فعالیتی داری؟ من دفتر سفارشی دارم. یکم بلندتر حسین جان. من باید میکروفون براش نگه دارم. دفتر سفارشی ماشینای صفر. نمایشگاه کنم دفتر سفارشی. یه صبح میرم اونجا ساعت 5 بعد از ظهر. بعدش که کلا خونه. تایم روزمرگیت همین جوریه دیگه. بله. کلاس خاصی، باشگاهی، ورزشی، شغل آزادی. فوتبال بازی میکنم دیگه هر از گاهی تو. بعد اهل دود و دمی، قلیونی. قلیون فقط قلیونی کنسله. حالا باز یه فرصت همه میکشن من خودم قلیونی نیستم. یادم نه بس. ورزشکاری شما؟ چه ورزشی؟ فوتبال. همیشه بازی میکنید یا نه تفننی؟ نه توی هفته دوباره. اوکی. از اونجایی که خیلی آرومه، من خودم چون خیلی بیش فعال و شلوغم سردردم داری؟ سردردم دارم همیشه، به خاطر همون بیش فعالیمه دیگه همیشه سردرد دارم. ولی از آدمای خیلی شلوغ خوشم، این عاشق هیجان باشن و اینا، ذره آرومه. خیلی ولی آدم با شخصیتی بودن، پسر آقایی بودن. ببخشید سورفرا نمیتونی کنید. نه فعلا نگم. بچه ها سوالی نداری؟ من سوزن رو بدم به حسین عزیز که خودش انتخاب کنه. سوال ندارین؟ بادکنک هم نمیتره کنین. چرا؟ خب گفتن نچرال دوست دارن و سری قبلی هم به خاطر همین اصلا بادکنکم رو ترکوندم. خیلی هم آرومم، من خودم خیلی آرومم، اصلا همین نمیتونم با کسی که خودش هم آرومه. من چرا اینطوری خب بیام نزدیک دیگه. خب نمیتونیم بس. نه اوکی دیگه کسی بادکنک نمیتره کنه. کی؟ چرا؟ خب اوکی. اون ورزشکار نیست. بعد من فوق العاده بود توی دود قلیون مختلفم. ورزشکارم فوتبال بازی میکنم. آخه گفتم روزمرگی نه، گفتی روزمرگی تا اینا. خب باشه بده من تو سردرد. من سردرد شدم. ما میذاریم خودش. شما الان چی شد؟ من خواستم بهتر کنم چون سردرد شدم یهو. بعد دیگه گفتم شما بس پشیمون شد.
حسین خانی سوزن در خدمت در اختیار شما. ما 3 تا بادکنک داریم، میتونی یکیشو نگه داری و دیت دوم با هم دیگه بریم بیرون، میتونی هر 3 تاشو بتره کنی. این گوی و این میدان. هر 3 تاشو. چرا؟ یه کلا گفتم که نچرال دوست دارم همشون. بله. بذار بپرسم من کجا عمل کردم؟ من کجا خودشون کنسل بودن و من خواستم بتره کنم ولی میگم من نچرال دوست دارم. من کجا عمله؟ اصلا متوجه نمیستم ولی سردرد بهم دادی. خواهرم سردرد. شما نچرالی؟ بله. شما نچرالم. من تره کنده بودم. ژل میزنم. من کجا ژل داره الان؟ ژلم ندارم. لنز میزنم لنز گذاشتم چون گفتن که هر کسی نمیتونه چشای واقعی خودم ببینه. مرسی حسین. اونا واقعا نچرال بودن، چرا ترکوندی؟ دمت گرم، تو مردی به خدا. دیگر منی. ببین روی تک تکشون رو کم کردی. درسته؟ ولی دنبال نچرال میگردی نه؟ انقدر پیگی نباش بابا، تهش من گیرت میام سیبیل فلان. نچرال میخوای چیکار؟ الان همه به خودشون میرسن، خوشگل میشن، ژل میزنن، چه عیبی داره مگه؟ نچرال بسندم کلا. آخه چیزی گیرت نمیاد، تهش منم یه خورده پوستم سفید باشه. زیاد است. جدی؟ ولی دمت گرم، عشق کردم، خیلی مخلصم، خیلی شاکریم آقا. برنامه تمام شدین، دوستامون موندن. نمونی آقای آخر خودش کنسل بود. من به احترام آقایون که همه رو کنسل کرده بودیم و بچهای پشت صحنه گفتم بذار آقایون حالا یه این باری آره که دیگه حالا دیدیم نه جنبه ندارن، دارن دور برمیدارن. انتخاب بشیم اومده بودیم انتخاب بکنیم که همه کنسل بودن. دیگه میگم این که با آقایون وقتی میری صحبت میکنی، وقتی میگه تو رو مثل ناموسم میبینم، ما هم برادر داریم، پدر داریم، ما هم به اون دیدیم، اگه نظری دادیم چیزی گفتیم رو از این بود. بده با احترام تایپمون نبودن دیگه، چی بگیم؟ یه برنامه بود که دوست داشتیم امتحان کنیم، اگر نیومده بودیم که واقعا کس رو انتخاب کنیم. من سردرد دارم. خوب نشد. نه من متاسفانه. تو رو خدا اگه سردرد دارین به این برنامه نه نگاه کنین نه بیان. مرسی.